و توی این پروژه من دو نوع پله رو میخوام براتون طراحی کنم. پله‌ای که سمت چپ و راست قرار میگیره، پله‌ای هست که توی مدلینگ اول کار کردیم، همون پله‌ای که قرار وسط در نظر گرفتم که خب نوعش متفاوته. حالا به خاطر دوره بشه برامون، من میتونم بیام باز پله‌ای رو که توی جلسه اول ما کار کردیم و یک بار دیگه مدل سازیش رو انجام بدم. خب برای این کار میتونم توی قسمت های جیومتری یه دونه سیلندر رو انتخاب کنم. سیلندری که من میخوام براش در نظر بگیرم مثلا 1.5 متر باشه، خیلی مناسب هست. شعاعش 1.5 متر. من اینو ببرمش جلو، حالا تقریبا 1.70 هم باشه باز بهتر، 1.75 هم باشه یا 1.80 بهتر هست برای من. سایت ها رو میتونم زیاد کنم و این سگمنت های ارتفاعی رو کم میکنم. و اما ارتفاعش رو میتونم ارتفاع رو بگیرم توی 25 تا. اوکی، بعد یک کپی ازش میگیرم، مثلا اینجا 1.80 رو میکنم 2.10. خب و باز من میتونم اینو توی نمای فراوند بیام چند قرار بدم اینجا. حالا شما میتونید مثلا از اعداد بزرگ به کوچیک بزرگ به کوچیک هم شروع کنید. مثلا اگر که اینو دارید میگیرید 2.10، خب بیاین از بالا به از پایین به بزرگ شروع کنید طراحیتون رو انجام بدید. مثلا اگر که من اینو گرفتمش 2.50 تا، اینو که پاک کنم، کپی بعدی که میخوام اینجا قرار بدم این باشه 2.25 تا، بعدی که میخوام اینجا قرار بدم باشه 2 متر و همینطور این بعدی که میخوام اینجا قرار بدم 1.75 تا و این بالایی هم 1.50 تا باشه. آلتوسکر رو میگیرم، حرکت میکنم توی محیط. خب این تا اینجا. حالا ما میتونستیم این هم بزرگتر هم بگیریم، مثلا 2.80 25 تا کم کنم، این میشه 2.50. خب این میشه 2.25 تا و اینو هم میتونیم بگیریم 2 و اینو هم 1.75 تا. دیگه اینها دست خودتون هست. باز من میتونم تو نمای تاب اینو انتخابش کنم، یه دونه سیلندر رو بکشم این قسمت. اوکی، خب من اینو میارم بالا، اینو اتچ میکنم به هم دیگه. Convert Editable Poly اتچ به این قسمت و این و اینو سلکت. توی نمای تاپ میام و مود رنگم رو میذارم روی وایر فریم. اون فعال میکنم، اسنپ رو فعال، کلیک سمت راست روی اسنپ این اج رو میگیرم که بتونم راحت اینو بیام چند قرارش بدم این تک لبا. اگر که این مثلا اینجا براتون بود، یعنی اینو انتخابش کنید یا این سطح مماسش کنید. وایر فریم رو انتخاب میکنم، اج فیس هم لحاظش کردم، اینم از این سطح عبور کرد. میتونم یه مقدارم بیشتر ببرمش داخل. اوکی،
حالا اینجا هم باشه بد نیست. یه کپی هم برای این قسمتش میگیرم. خب فکر میکنم الان میخواد بکاپ بگیره. اوکی. و باز میتونید با اسنپ یا چشمی اینو قرار بدید به این قسمتی که میخواید. من جسم اولمو من تعداد پله رو بیشتر کنم بهتره. حالا میتونستم پایینی رو 2.80 گرفتم، بیام اینجا یه دونه 25 تا 3 متر و 5 سانتی متر براش در نظر بگیرم. اوکی. 3.05 موو انتخاب میارم پایین. خوبه دیگه، فکر میکنم الان حتی میتونیم. اوکی الان خوبه دیگه، تعداد زیاد جالب نیست. و اینو کلیک سمت راست اتچ به این قسمتی که داشتم. حالا میتونم باز بیام اینا رو ارتفاعشون رو زیاد کنم که حالا این از این سطح پایینی هم عبور کنه. اوکی. جسم اول رو انتخاب میکنم از قسمت کامپوننت آبجکت، پروبولیان انتخاب، استارت پیکینگ به این جسم و به این جسم. این تا اینجا کارمون. و حالا میتونم تو نمای تاپ بیام کانورتش کنم به ادیتیبل پالی، مادیفای رو انتخاب کنم، الیمنت ها همه انتخاب، روتیشن، سراغ قسمت اسلایس پلی. من اگه اینو حرکت بدم این داره میاد قرار میگیره وسط برای و یه اسلایس رو اینجا من میزنم. پولیگان ها رو انتخاب میکنم. این قسمت هایی که اسلایس شده دیلت رو براشون لحاظ میکنم و میتونم اینجا اینو رو حذف کنم. خب حالا میتونیم بورده رو بگیرم، کلیک سمت راست کپ کنم یا اکسترود بدم یا توی جهت وای اینو حرکت بدم ببرمشون جلو، یا هم نه بیام پالیگان رو انتخاب کنم، اینها انتخاب، کلیک سمت راست اکسترود. من بیارم مثلا اینجا قرارش بدم. خب حالا باز میتونیم مثل کارهای دیگر رو انجام بدیم روی این سطحی که ما داریم. مثلا اینو که انتخاب کنم تو نمای تاپ از این قسمت شیپ ها هلیوکس رو بردارم، بیام به اندازه ارتفاع این. خب اوکی، این شعار رو در نظر میگیرم فعلا براش. اینم میارم پایین تر. این تا اینجا میتونم اینو انتخابش کنم تو مادیفای، ارتفاعشو زیاد کنم، پیچشش هم میتونید بیشتر کنید یا کمتر کنید. این تا این قسمت
ببرمش اول این قسمتی که میخواستم این بیاد پایین. اوکی خوبه. کانورت به البته یه خورده پیچش کمتر کنم، فکر میکنم باید وقتش توی بکاپ گرفتم. خب اوکی هستم. اینم جهتاشون ساعتگرد و پاد ساعتگرد میشه. حالا من میتونم این کانورتش کنم به ادیت اسپلاین، ورتکس های بالاشون رو حذف کنم. خب این تا اینجا میتونم اینترپولیشن شکستگیاشم بگیرم. پس من همیشه از کارم یه کپی میگیرم، نمای تاب هم بیام اینو قرارش میدم. میتونم حالا یکم روتیشنش هم کنم. اینم میتونم اینجا دیلتو چک کنم. سلکت رو اینجا انتخاب کنم. خب یک کپی از این موو انتخاب تو جهت ایکس من اینو میارم این سمت، اینو انتخابش میکنم و دستور ببل پروفایل رو اعمال میکنم به سطحی که دارم. سطحم کلاسیک پیک پروفایل مثلا بیام گیف پروفایل پیک بدم به این مثلا ببینم به چه صورت میشه. بعدم نشد. حالا توی به پروفایل گیزماشو میتونم اینجا البته من میخوام سطح هم بسته باشه. خب بچه ها میتونم ببل رو حذفش کنم. سطح اگه بخوام بسته به وجود بیارم میتونم مثلا یه دونه رکتنگ انتخاب کنم، بعد به این بیام تغییر شکل بدم. کانورت به ریتیبل اسپلاین
سگمنت ها مثلا بگیرم 4-5 دوربین ایجاد کنم. بیام ریفاین بدم، مثلا یکی اینجا یکی اینجا، موو ببرم بالا. خب حالا این وسط باز مثل کاری که قبلا انجام دادیم باز میتونم موو ببرم بالا و باز انتخاب تو مودیفایر لیست لیبل پروفایل رو اعمال کنم کلاسیک پیک پروفایل به این سطحی که من دارم. زد من میزنم، روتیشن انتخاب، این حتما گیزموشو بگیرید. و حالا میتونید اینا رو کوچیک یا بزرگ کنید. حالا انشالله که این نپره بیرون. امیدوارم که چون چند تا کلیک پشت سر هم دیگه بزنیم با تیردی همین مشکل رو براش به وجود میاره. اوکی، خب شکر خدا ما اینو گرفتیم. اوکی، اینم تا اینجا. میتونم یه خورده فقط اسکیل ارتفاعیشو کمتر در نظر بگیرم. این تا این قسمته میتونم موو براش لحاظ کنم. اول اینکه مثلا من میتونم اینو بیام بذارم این قسمته، یه کپی ازش بگیرم ببرم بالا تا اینجا. یه لحظه من بدون اچ فیس هم نگاش کنم. خب خوبه، میتونم اچ فیس رو باز بیارم از پایین بدون شروع کنم یا کامرتش بدم به دیتیبل. پالی اینها رو انتخاب و بهشون چی بدم؟ اکسترود بدم. میتونم پایین بیارمشون اینجوری. حالا باز میرم سراغ میک پلنر توی جهت زد تا این قسمت حالا اینو میتونم بیام کلیک سمت راست کپ بهش بدم. حالا یه خورده این شعار رو من زیاد اعمالش کردم ولی خب اشکال نداره. این هم میبرم بالا. اوکی، یه فایل سیوی هم بزنم.
ببینید بچه ها، من این قسمت رو اوکی خوبه خورده من بیارم بالا. این دیگه خیلی بیش از حد بالا رفت. چرا بهتون میگم کپی بگیرید؟ به خاطر اینکه من مثلا میتونم نرده ای که دارم رو انتخاب کنم یا بندازمش روی این دیگه. باز من میتونم بیارم بالا. حالا یه شابلون بسازیم برای نرده.